عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هنرجویان عزیز. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ما از این بخش و از این قسمت های نهایی کار رو شروع میکنیم. تو قسمت های نهایی سعی میکنیم که هم یه مروری به مباحث گذشته داشته باشیم، همین که مباحث تکمیلی رو مطرح کنیم و کار رو کم کم جمع بکنیم. ما اگر صحنه رو وارد 3D Max بکنیم و بخوایم اون رو با موتور رندر کرونا رندر کنیم، ممکنه که این صحنه ویری باشه یا صحنه باشه که موتور رندرهای دیگه باهاش کار شده باشه. اولا که اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که ما در نوار ابزار مربوط به کرونا یک نوار ابزار ران کرونا کانورتر داریم که هم میتونیم اینجا بازش کنیم، هم میتونیم خود اسکریپتش رو از توی اسکریپتینگ و ران اسکریپتش رو پیدا کنیم و ران کنیم. همین که میتونیم بیایم و یه دکمه خودمون براش درست بکنیم. توی بخش نوار ابزارها کلیک راست میکنیم و کاستمایز رو میزنیم و در قسمت تولبار میتونم یه نیو بزنم، اسمش رو هم مثلا بذارم کرونا کانورتر و این دکمه رو بر من ایجاد میکنه. خب من این رو میبندم. من این دکمه رو دارم، میتونم بیارم تو ابزارها قرارش بدم. تا فعلا میذارمش همینجا و بیام توی بخش اسکریپتینگ. هنوز این دکمه بر من هیچ کاری نمیکنه. من باید یک اوپن اسکریپت بزنم و بعد در قسمت اسکریپت ها کرونا کانورتر رو اوپن بکنم و یک کلیک میکنم و با کنترل آ کلش رو انتخاب میکنم، میکشمش و داخل این دکمه رهاش میکنم. خب میتونم روش کلیک راست بکنم و با ادیت باتام بیام و براش مثلا یه اسمی تعیین بکنم که وقتی روش قرار میگیرم یه اسمی رو برام بیاره. میتونم بزنم اینجا کانورت. وقتی روش قرار میگیرید کانورت رو میاره. و یا اینکه جددا روش کلیک راست بکنم و ادیت باتام اپریانس و این دفعه بگم که خب یک لوگویی برام بذار، یا اینکه بیام بگم یه تکستی رو برام اونجا قرار بده. مثلا این شکل اول رو برام قرار بده. هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنم شکل رو برام قرار میده. میتونم بگم که یه اسمی براش بذار، مثل کانورتر، کرونا کانورتر. خب اوکی، میبینید که این دکمه همین شکلی ایجاد میشه و میتونید ببریدش هر جایی که میخوای قرارش بدید. خب ما یکی اونجا داریم، پس لزومی نداره که اینو داشته باشیم. وقتی هم روش کلیک میکنم همون پنجره میاد و میتونم با استارت کانورسیشن همه متریال ها، مپ ها و لایت ها رو به شکل کرونا تبدیل بکنم و اونها رو به صورت کرونا داشته باشم. یه قسمت اینجا توی تولز داره نوشته ویزیت مت ادیت تو کرونا امتیه. اگر من پنجره متریال هامون رو داشته باشم، حالا برم روی مدل کامپکت، اگر متریال های من متریال های کرونا نباشن، می‌بینید که من رو هر متریالی میزنم الان متریال ها به صورت پیش‌فرض استاندارد هستن و یه سریال که حالا خودمون متریال سازی کردیم متریال های کرونا. اگر من بیام و این دکمه رزت مت ادیت تو کرونا امتیل رو بزنم، حالا می‌بینید که هر متریال رو کلیک میکنم کرونا امتیل. متریال قبلی هم که خب قطعا میدونید که از اینجا پاک شده، ولی توی صحنمون هست. یعنی ما هر متریالی رو که بخوایم به محض اینکه یه متریال اینجا کلیک بکنیم و بیایم روی یکی از اینها
روی یکی از متریال همون کلیک بکنیم اون رو توی متریالمون خواهیم داشت. خیلی اینم از این قسمت. میام توی اسکریپتینگ و اوپن اسکریپت رو میزنم. این که تو همون پوشه پروژکتمون من یک پوشه اسکریپت باز کردم و 3 تا اسکریپت رو توش قرار دادم. یکیش همون کرونا کانورتر هست، یکیش کرونا تو ویری هست، یعنی صحنه کروناتون رو میتونید به ویری تبدیل کنید، و همینطور ایمیج هلپر هست که من رو اوپن میکنم، کنترل آ و اون رو داخل این دکمه میندازم و اون رو میبندم. میتونم مجددا بیام اسمش رو بذارم کم هلپر و حالا ببینم که اگر عکسی متناسب اون باشه که با یکی از همینا رو میشه قرار داد. منتها این هر چون مشترک هست با بقیه این لوگوها باید یادمون باشه که این برای چه کاری هست. خب چون لوگوهای کمتر استفاده شویی هم هست توی کارمون، یکی از همینا رو میتونیم براش استفاده بکنیم. مثلا همین که پشتش مربعی هست رو انتخاب. خب ببینید که این روش هم که میریم نوشته کم بهتر. میتونم این رو بیارم توی این ابزارم قرارش بدم. نکته ای که داره، ما وقتی که روی این کلیک میکنیم یک پنجره برامون باز میشه و تنظیمات مختلف تناسبات مربوط به عکاسی میاد و میتونیم از اونها به نحوی که دلمون میخواد استفاده بکنیم. خب من یکی از دوربین هام رو میارم تو صحنه اصلی، مثلا همین کرونا کامرا 01. خب ما میتونیم از هر کدوم از اینها استفاده بکنیم برای اینکه صحنمون رو تنظیم بکنیم روی خطوط راهنمایی که به ما کمک میکنه تا یک صحنه عکاسی بنابر این تناسبات طلایی و یا تناسبات خاصی که در عکاسی وجود داره استفاده بکنیم. اگر آشنا باشید باشون، هر کدوم از اینها رو که روش بزنید، روشن و خاموش بکنید، کاملا میتونید ببینیدشون. حتی رنگ اونها رو میتونید عوض بکنید اگر توی صحنتون قابل شناسایی نیستن. مثلا من این رو بیارم روی مشکی، ببینید که این تناسبات رو براتون میاره. یکی از اونها رو میتونید تعیین بکنید و بنابر اون چیزی که مد نظرتون هست ازش استفاده بکنید. قرمز باشه دیده نمیشه، بنفش باشه همینطور. اگر بیام صحنم رو و صحنم رو کلی بکنم، حالا شاید بهتر بتونم ببینم. خب این رو هم من مثلا سبزش کنم و قرمز متضاد باشه و بشه دیدش. حالت کاستام هم که همین بالا تعیین کردید خودتون که 4x4 باشه، میتونید کم و زیادش بکنید، 6x4ش کنید یا 3x4ش کنید، هر جور که دوست دارید. 3 تا خط در راستای x، 4 تا خط در راستای x و 4 تا خط در راستای y هستش. خیلی خوب. الان من میتونم بنابراین خط راهنمایی که دارم بیام و تنظیماتم رو بنابر این خط راهنما انجام بدم. ببینید ما باید یه سری عناصر رو در راستای این خط بپیچیم تا به این نقطه مرکز برسه، یا در جایی که 3x3 هست، قبلی رو خاموش کنم، بیایم خطوطمون رو طوری تنظیم بکنیم که روی این خطهای بالا و پایین قرار بگیره. یا میتونیم بر فرض میگم من اگر نمای خارجی داشتید میتونید خط افق رو اینجا قرار بدید، یا اگر درختی دارید میتونید توی این خط قرارش بدید. مثلا من یکم
تغییر میدیم تا این آباژورمون بیاد و روی این خط قرار بگیره. البته اینو باید در نظر داشته باشید که ما این کار رو زمانی انجام میدیم که برامون آباژور یک موضوعیتی داشته باشه و یک اهمیتی داشته باشه. یا اینکه میتونیم بیایم این رو خط کنار دیوار رو روی این قرار بدیم یا خط کنار شومینه رو روی این قرار بدیم یا قاب عکسمون رو بیایم طوری تنظیم بکنیم که توی صحنمون قرار بگیره. این بستگی به خود شما داره که این تناسبات رو هم میتونید حتی انواع مختلفش رو با همین نام ها سرچ بکنید توی فضای اینترنت و عکس‌های مختلفی که با این تناسبات تهیه شدن رو ببینید و ازشون نکات رو یاد بگیرید. این رو هم خاطرتون باشه که توی صحنه فعالتون نشون داده میشه. اگر دقت بکنید من اومدم این دوتا رو روی خط قرار دادم. خب اینجا که خاصی نداریم. این آباژور هم توی خط آباژور قرار گرفت و نور شومینه هم همینطور تا اومد به این گله تمام شد. بریم سراغ صحنه بعدی. خب ببینید توی این چی کار میتونیم انجام بدیم. این دوتا رو خاموش میکنم. من میتونم بیام اینجا ببرم پایین، برم اینجا و این دوربینم رو انتخاب بکنم و یکم جابجاش بکنم ببینم که کامera تارگت رو میزنم. تارگتش رو هم یکم جابجا میکنم. مجددا کامera مجددا کلیک راست میکنم و کامera تارگت یکم هم تارگتش رو. حالا میتونیم بریم و توی صحنه دوربینمون این ما تغییرات اساسی رو انجام میدیم و بعد شروع میکنیم ببینیم که با کدوم تنظیمات میتونیم توی تنظیمات این مدلی که خطوط هستن و به صورت عمودی و افقی به هم برخورد کردن، خود این خط ها مهمن و نقطه برخوردشون. الان نقطه برخورد این خطوط چیز خاصی رو به ما نشون نمیده غیر از این یه دونه که داره شومینه رو نشون میده، بقیهشون چیز خاصی رو به ما نشون نمیدن. یعنی ما شاید خیلی نتونیم از این تنظیمات استفاده بکنیم. بذارید من یکی دیگر رو امتحان کنم. مثلا این نقاط برخورد خب خیلی مهمه که نقاط برخوردمون کجا هست. وقتی چیزهایی هست که عملا به دردمون نمیخوره پس بود و نبودش خیلی فرقی نداره. این هم که قابل استفاده نیست، این هم که هیچ. به همین یه مقداری کار بکنیم. حداقل 2 تا نقطه برامون داره. در حال اینم شاید همینجوری نزدیکتر باشه و بهتر باشه. اگر که تنظیماتتون طوری پیش بره که خیلی دقیق بتونید با اینها کار بکنید یا به صورت ترکیبی اینها رو به صحنتون اعمال بکنید، رندرتون خیلی رندر زیباتری میشه به لحاظ بصری. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.